طوفان را، موج را، آب را، موجودات شگفت‌آور را در اقیانوس انسان می‌بیند، اما اعماق اقیانوس را اون کسی فقط میتواند درک کند که خود توانسته باشد به اون اعماق برسد. اعماق شخصیت اقیانوس گونه امیرالمؤمنین را جز کسانی که خودشون مثل او مرتبط با منبع غیب بودند و مستفیض از افاضه الهی بودند کسی نتوانسته است درک کند و نمیتواند درک کند.